جان چرا الکی میخندم؟ نه قربون شما برم، موشکاف هیچ وقت الکی نمیخنده. دارم به ریش سیدعلی بافور و دلواپساش میخندم. به این میخندم که بعد از کلی اداب و اطفار و پوز و فیگور نهایه معلوم شد همه سر و صداهای دلواپسا درباره بررسی برجام و این حرفا کشک بوده. یعنی که ته خط کلیات برجام تو مجلس بهوش تصویب شد و سر و ته قضیه رو یه جوری هم آوردن. کلیات طرح اجرای برجام در مجلس تصویب شد. کلیات طرح اقدام متقابل و متناسب ایران در برابر برجام با 139 رأی موافق، 100 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 253 نماینده حاضر به تصویب رسید. خب آره دیگه، مگه کسی تو تصویب این زهرجام شک داشت؟ بابا سیدعلی بافور از همون اول تصمیمشو گرفته بود، میخواست زهر هسته‌ای رو بخوره و طناب تحریما رو از گردنش واکنه. بحث بررسی توی مجلس و این حرفا هم یه فیگور مسخره بود تا به خیال خودش هم جلوی کنگره کم نیاره و هم یه جوری دلواپسا رو دست به سر کنه. جالب اینجاست که دوریالی نماینده های شوت مجلس بهوش تازه داره میفته. و چه تعجیلی در پشت پرده نهفته شده است که این گونه میخواهند مجلس رو در مقابل یک عمل انجام شده قرار بدهند، را اجازه نمیدهند نمایندگان تفکر کنند. نمایندگان رو تفکر؟ مغزشون کجا بود که بخوان تفکر کنن؟ یکی دیگه از دلایل عظما برای این کش و قوسا و ادا و اطوارا این بود که جیگر نداشت مسئولیت این زهرخوری رو خودش بر عهده بگیره. بعد وقت تلس شکسته مجبور بود داستانو کش بده و کاری کنه که همه مورای نظام پاشون گیر بیفته. با این همه این زهری که علی گدا رفته بالا خیلی کشنده تر از این حرفاست، تیکه پاره میکنه. به هیچ وجه اجازه نفوذ امریکا در هیچ وجه اجازه نمیدم امریکا ما را دوچه کنن. یه کلمه هم از پسر خاله دست دیزی بشنوید. اشتباه گرفتی حاجی، اونایی که میخوان نظامتون رو 100 تیکه کنن مردم ایرانن که منتظر اجازه تو نمیمونن. روشن شد یا روشنت کنیم؟ ما اعلام میکنیم آنچه که داره اتفاق میفته اگر برجام به همین طریقی که هست خطرات بسیار بزرگی رو برای کشور به همراه خواهد داشت. اعلام کنید، هر چقدر دلتون میخواد اعلام کنید. اصل قضیه این بود که خامنه زهر رو سر کشید و مجلستون هم تصویبش کرد. حالا شمایید و نظام تیکه پاره‌ای که روز به روز لط و پارتر میشه. الان یه برادر عزیزی اومده همینجا، خیلی عجیبه، با قسم جلاله میگوید سیمان میریزیم روی تو و میکشیم تو را. این بیان است در نظام جمهوری اسلامی؟ این نحوه گفتار است؟ این نحوه صحبت است؟ برای کسانی که میخوان خدمت به این نظام بکنن بگویم سیمان میریزیم روی شماها و دفنتان میکنیم در همون قلب ریاکتور عراق؟ آیا این گونه است؟ بله، هر چقدر بررسی زهرجام نمایشی و دوغکی بود، اما دعوایی که تو نظام جریان داره به همون اندازه جدی و اساسیه. کار دیگه به جایی رسیده که اینجوری همدیگه رو تهدید میکنن و برای همدیگه شاخ و شونه میکشن. جماعت دلواپس میگن برجام بابامونو در میاره، جماعت جام زهری هم میگن این زهر مایه حیاته. به
به فضاسازی ها، هواسازی سالاری ها، سیاه نمایی های رسانه میلی جریان خاص که مخالف منافع ملک ملت حرکت می کنند. نمایندگان ارزشمند مجلس بها ندهید. خیلی متشکرم جناب. منافع تعداد محدود کاسبان پشت پرده تحریم استمرار فشار معیشتی ملت را کلید نزنید. حالا فهمیدید بنده موشکاف چرا میخندم؟ خنده من واسه خاطر اینه که هیچ کدوم از جک جونه برای نظام برنده این کشمکش نیستن. این بزنا یه برنده داره، اونم ملت ایران و دشمنای اصلی نظامن. بذارید اینا دهن هم دیگر رو پر از سیمان کنن، ته خط ملتم در دکون ولایت رو گل میگیره و کارشون رو یکسره میکنه. موشکاف